سلام و به برنامه ما خوش آمدید. طاهری سفر هستم با اخبار امروز دوشنبه 27 ایون. در تاجیکستان امروز روز وحدت ملی را با برگزاری چهاربینی‌های عیدانه تجلیل کردند، هرچند کنار زدن مخالفان دولت روی این عید سایه افکنده است. از بس که امروز در کشور روز استراحت اعلان شده است، مردم به خیابان‌ها برآمدند و در گوشه‌های گوناگون دوشنبه کنسرت و برنامه‌های عیدانه برگزار شد. جشن‌های اصلی روز وحدت در مرکز ولایت بدخشان در شهر خاروخ برگزار می‌شوند. روز 27 ایون در تاجیکستان هر سال به عنوان روز وحدت تجلیل می‌شود، چون در این روز در سال 1997 بین نیروهای مخالف دولت و حکومت تاجیکستان سازشنامه صلح به امضا رسید و جنگ 5 ساله داخلی پایان یافت. اما امسال در جشن‌ها نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان طرف دیگری صلح حضور نداشتند، چون این حزب را سال گذشته سازمان تروریستی خواندند و فعالیتش را در کشور ممنوع کردند. درباره تجلیل جشن در بدخشان صحبتی داشتم با همکارم شهلا گلخواجه که در خاروخ قرار دارد. شهلا، محیط امروزه شهر خاروخ چگونه است؟ جشن‌ها در کجا برگزار می‌شوند؟ بله طاهر، واقعا در شهر خاروخ امروز فضا عیدانه هست و خرد و بزرگ امروز در کوچه ها ریختند. همه خرسند هستند که از روز وحدت تجلیل میکنند. طول یک هفته اخیر در باغ مرکزی شهر خاروخ با شرکت هنرمندان کل مناطق مختلف تاجیکستان برنامه‌های کنسرتی دایر گشتند و جشن اساسی امروزه در ورزشگاه اساسی شهر خاروخ برگزار میگردد که حالا میبینید در پشت من شرکت‌داران این نمایش تئاتر کننده شده برای گذشتن از تفتیش مقامات امنیتی کوشش میکنند که به داخل ورزشگاه وارد شوند. در مجموع از تمام مناطق تاجیکستان برای شرکت در جشنگیری وحدت به شهر خاروخ نزدیک 4000 نفر مهمانان دعوت شدند و در برنامه تئاتر کننده شده که امروز نمایش داده می شود در ورزشگاه 4500 نفر با شمول هنرمندان و خوانندگان و دانشجویان جلب شدند. از نمایندگان مخالفان سابق، آنهایی که در مذاکرات صلح شرکت کردند، در تجلیل روز وحدت کسی هست در خاروخ؟ خب با طور راستی در رابطه با این صلح هرچند ما کوشش کردیم اما یگان معلومات دقیق پیدا نکردیم که تا کجا مخالفان حکومت و آنهایی که هنگام امضای سازشنامه استقرار صلح شرکت داشتند در امروز در جشنگیری وحدت در شهر خاروخ حضور دارند. اما تنها این را فهمیدیم که در آن نفرانی که هنگام امضای استقرار صلح در آن دوره حضور داشتند، شمس‌الدین اورونبک زاده وزیر کنونی فرهنگ تاجیکستان امروز در خاروخ حضور دارند. تشکر. همکارم شهلا گلخواجه بود که از شهر خاروخ صحبت می‌کرد. بعضی از فرماندهان سابق مخالفان دولت در تاجیکستان که به تجلیل روز وحدت دعوت نشدند میگویند برایشان مهم ثبات موجود در تاجیکستان است، نه شرکت در جشن و معرکه‌ها. میرزا خوجا نظاموف، فرمانده سابق مخالفین که از صف آنها خارج شد و به حکومت پیوست، روز 27 ایون دایر به وحشت‌های زمان جنگ با رادیو آزادی صحبت کرد. دعوت هم که نشده باشم، من حساب میکنم که منم یکی از دعوت شدگان هستم که امروز من شما برای تبریک ما آمدید. هزار رحمت. و البته این روز برای من از همه روزهای همین دنیوی بهترین روز و روز فیروز است. میرزا خوجا نظاموف بعد از امضای سازشنامه صلح در سال 1997 رئیس کمیته گمرک تاجیکستان تعیین شد و مصاحبه کامل با او در وبسایت azadi.org. یک جنگجوی تاجیک در سوریه از آن که دخترش به جای او یک آوازخوان را پدر می‌خواند به خشم آمده است و میگوید با وجود این از راهش نمیگردد. پرویز سیدرحمانوف با تخلص ابو داوود با نشر یک ویدیو که روز 24 ایون ثبت شده است گفت هیچ ویدیو یا برنامه نمیتواند به قول پرویز او را از جهاد پس گرداند. معلوم نیست ویدیو در کجا ثبت شده است، ولی بنا به گزارش‌ها پرویز در صف گروه دولت اسلامی در عراق می جنگد. از این پیشتر رادیو آزادی درباره سمیه دختر 4 ساله پرویز سیدرحمانوف گزارش داشت که شهریار دولت یکی از آوازخوان‌های جوان تاجیک را به سبب مانند بودن او به پرویز سیدرحمانوف پدر می‌خواند. در روز بین المللی مبارزه با نشمندی روز 25 ایون در مرکز جوانان در ولایت سوخت یک همایش برگزار شد.
در این همایش نورسان و جوانان نقاشی‌های خود را به نمایش گذاشتند که در آنها خطر نشمندی برای انسان و جامعه تصویر شده است. مقامات ولایت سوخت میگویند شماره معتادان و یا نشمندان در ولایت زیاد شده است و در بین آنها 44 زن نیز است. به قول مسئولان شخصیت‌های شناخته می‌توانند در مبارزه با استعمال مواد مخدر سهمی نظر است بگذارند. تشویق کردن طرز حیات سالم، برگزار کردن ویکتورین، یعنی بخش سوال جواب با اهل اشتراک که آنها درباره همین مواد تصور پیدا کنند، چه عقوبت‌های طبی اجتماعی دارد، معاملات غیرقانونی مواد مخدر چه مسئولیت جنایی دارد، باید از این آنها درک کامل داشته باشند. تاجیکستان یک کشور ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به اروپا است، ولی در خود کشور هم تعداد معتادان مواد مخدر رو به افزایش آورده است. سال گذشته در تاجیکستان 7300 معتاد ثبت نام شدند. لیونل مسی فوتبالباز معروف آرژانتینی دیگر در تیم ملی کشورش هنرنمایی نمی‌کند. روز 26 میلیون بعد از ناکامی تیم ملی آرژانتین در بازی نهایی جام آمریکا او در این باره با خبرنگاران صحبت کرد. این چهارمین فینالی بود که برایم ناکامی آورد. هر کاری از دستم می آمد کردم ولی نشد. برایم این حال خیلی الم آور است. بازی بین تیم‌های آرژانتین و چیلی در نیویورک مساوی انجام یافت و در ضربه‌های 11 متره فوتبالبازان چیلی با حساب 4-2 پیروز آمدند. لیونل مسی که در مسابقات بین المللی 55 گل زده است، در این بازی مهم ضربه 11 متره را زده نتوانست، ولی او همچنان در دسته بارسلونا اسپانیا بازیش را ادامه می‌دهد. و اخبار و ویدیوهای بیشتر در وبسایت ما، در صحیفه‌های آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.